وطن عشق من، هموطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان من. کار از ساخت شهرک نوآباد در ولسوالی زندجان ولایت هرات به اتمام رسید. این شهرک دارای 15 بابخانه مسکونی می شود که به صورت معیاری و استاندارد از سوی مؤسسه خیریه احساس به حمایت مالی 7 مؤسسه امدادرسان انگلستانی ساخته شده است. هر واحد مسکونی شامل 2 اتاق، 1 دهلیز، آشپزخانه و حمام می شود که قرار است به مردم این منطقه تحویل داده شود. وطن عشق من، هموطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان من، وطن در رهت جان نثاری کنم. انجینیر صاحبی این پروژه میگوید که این خانه ها در برابر زلزله مقاومت دارد. الحمدلله امروز آخرین روزیه که کار ما 100% انشالله خلاص شده. امروز هم کارهایی که ما داشتیم فقط هموارگری سایه و پاکگری سایه بود که این خانه را که میبینیم به شکل پخته و اساسی با استاندارد طبق نقشه ساخته شده. در کنار ساخت این شهرک 1 محراب مسجد نیز ساخته شده است. به همین ترتیب سیستم آبرسانی نیز در این شهرک فعال شده و قرار است تمام واحدها نلکشی شود. قرار است این خانه ها پس از افتتاح شهرک به مردم این منطقه تحویل داده شود. با این وجود مردم این منطقه از اتمام کار این پروژه خوشحال هستند و میگویند که با ساخت این شهرک مشکلات آنان به صورت کامل برطرف شده و سهولت‌های زیاد با آنان در این شهرک فراهم شده است. به خاکت ز خون لاله کاری کنم، به خاکت ز خون لاله کاری کنم.